به نام خدا. سلام به همه شما رفقای گلم. امیدوارم که حالتون حسابی خوب و عالی باشه. سعید حمیدزاده هستم، مربی رسمی AFC، آنالیزور فوتبال و مربی بدنساز فوتبال. رفقای گل، امسال من به مناسبت تولدم تصمیم گرفتم یه کار مثبت، خیر و مفیدی انجام بدم و به جای اینکه کادو بگیرم خودم کادو بدم بهتون بچهای گل. و این کادو چیزی نیست جز یک مینی دوره رایگان جهت ارتقای رشد فوتبالی شما، جهت اینکه در مسیر یک فوتبالیست کامل نخبه پا بذارید و حسابی بهتره کنید. در این دوره ما قراره که یک مثلث رو با هم دیگه تکمیل کنیم. ضلع اول این مثلث ارتقای تکنیک شماست، ضلع دوم این مثلث ارتقای هوش فوتبالی شماست و ضلع سوم قراره که با هم دیگه از لحاظ بدنی آماده بشیم. توی هر قسمت که این مینی دوره 5 جلسه است قرار راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت کنیم. این قسمت قراره که راجع به رازهای دریبلینگ با شما صحبت کنیم و نکات بسیار مهمی رو بهتون بگم بچه‌ها. توی این قسمت قراره که راجع به رازهای دریبلینگ با شما صحبت کنم. آخر ویدیو هم براتون یه سورپرایز ویژه دیگه هم دارم. حتما با دقت تمام این نکاتی که میگم رو بنویس و یادداشتش کن. برو بریم سراغ اولین نکته. باید بدونیم ما راجع به دریبلینگ بچه‌ها که کجا دریبل نزنیم. در 1/3 دفاعی، به خصوص زمان پرس تیم حریف، یعنی وقتی که تیم حریف پرس کرده توی 1/3 دفاعی خودمون هستیم، نزدیک دروازه هستیم، به هیچ عنوان سعی نکنید دریبل بزنید بچه‌ها. اگر توپ ازتون بگیرن مستقیم زدن تو گل، شما هم مستقیم رفتید روی نیمکت. چه کارهایی میتونیم انجام بدیم در 1/3 دفاعی؟ کنترل جهت‌دار، یک پاس خوب، یک سانت خوب، انتقال توپ به کانال‌های کناری زمین از بهترین کارهایی که میتونید زمان پرس انجام بدید. اگر کنترل جهت‌دار و فرستاچ خوبی نداشته باشی این اتفاق میفته. نکته دوم، زمانی که چند تا گزینه خوب برای پاس داری ولی پاس نمیدی. مربی‌ها به خاطر همینه که دوست ندارن خیلی وقتا بازیکناشون بیش از حد دریبل بزنن، دوست ندارن بازیکناشون بیش از حد با توپ کار کنن. چرا؟ چون زمانی که باید پاس بدی پاس نمیدی شما و این از اشتباهاته. حالا توی ویدیو بعدی که راجع به هوش قرار صحبت کنم بهتون میگم کجا باید پاس بدید، کجا خودتون باید شوت کنید. ولی اینو از من داشته باشید، زمانی که باید پاس بدی چند تا گزینه خیلی خوب هست، به هیچ عنوان دریبل نزنید. با این کار مربیتون دق میکنه. حالا بعد از اینکه فهمیدیم کجا دریبل نزنیم، حالا بریم ببینیم کجا باید دریبل بزنیم که خیلی مهمه. زمانی که گزینه پاس نداری، یعنی همتیمی تو موقعیت خوبی برای دریافت پاس قرار نداره، اینجا شما باید دریبل بزنی. 2. زمانی که میخوای مدافع رو از موقعیت خودش بکشی بیرون و ساختار دفاعی تیم حریف رو به هم بزنی. 3. ایجاد فرصت شوت زنی، یعنی اگر میخوای شوت بزنی، فرصت شوت زنی برای خودت ایجاد کنی، گاهی وقتا باید دریبل بزنی، گاهی وقتا باید یه بدن بذاری توپو بکشی بیرون و شوت بزنی. مورد بعد، اتلاف وقت که کریستیانو رونالدو جوان توی این مورد استاد بود. مورد پنجم، از بین بردن تله آفساید، یعنی یه زمان هست اگر شما پاس بدی همتیمی تو آفساید قرار داره، یا یه زمان هست مدافع اصلا هی میاد جلو، هی میان جلو که مهاجمو توی آفساید قرار بدن. اینجا اگر شما بر فرض مثال پست وینگره، خودت باید بندازی بری جلو. مورد بعدی بچه‌ها، فضا سازی واسه بازیکنان دیگه. 2 تا مورد توی این بخش بچه‌ها، یه دونه بدون توپه، یه دونه با توپه برای فضا سازی که توی ویدیو بعدیمون که راجع به هوش فوتبال هست، راجع به این مورد فضا سازی بیشتر میگم بهتون. مورد بعدی به دست آوردن ضربات ایستگاهیه که من آموزشش رو قبلا توی پیجم گذاشته بودم. و مورد آخر، زمانی که بین مدافعان تیم حریف شکاف ایجاد شده و شما باید از اون شکاف، از اون فضای خالی برای دریبلینگ استفاده کنید. گاهی وقتا دریبلینگ به معنای حمله توپ سریع هم هست، یعنی حتما لازم نیست از اون مدافع با یه تکنیک خاص عبور کنی. گاهی وقتا همین که توپ ببری جلو، پا به توپ خوبی داشته باشی، معنای دریبلینگ رو هم میده. بریم اسلاید بعدی. حالا نکاتی رو میخوام بهتون بگم که هنگام دریبلینگ باید رعایت کنید. از اینجا به بعد ویدیو دیگه خیلی مهمه بچه‌ها، خیلی مهمه. موقعی که میخوای دریبل بزنی، نقاط قوت و ضعف بازیکن روبروت، مدافع روبروت رو همیشه آنالیز کن. بر فرض مثال گارد دفاعش اشتباهه، میتونی راحت بهش لای بزنی. اینو زود بفهم.
ببین کدوم سمت گاردشه، سعی کن از سمت مخالف حرکت کنی. اگر مدافع سرعتش پایینه سعی کن توپو بندازی و مدام فرار کنی با توپ. همیشه حین بازی بهش میگن میکرو آنالیز بچه‌ها، از ویژگی‌های بازیکنان باهوشه که نقاط قوت و ضعف بازیکنان مقابلشون رو همیشه باید آنالیز کنن. مورد دوم، مهاجمی که میخواد از دفاع عبور کنه باید مدافع رو وادار به اشتباه کنه. اونم باز برمیگرده به دونستن انواع تکنیک‌ها، آمادگی شما که مدام بخوای بدن بذاری و مجبورش کنی که اون مدافع اشتباه انجام بده. مورد سوم، یه دریبل زن ماهر به حریف نزدیک میشه و اون رو وسوسه میکنه تا برای تصاحب توپ از خودش واکنش نشون بده، کاری که نیمار، وینیسیوس معمولا انجام میدن و هنگامی که موقع واکنش تعادلش به هم خورد ازش عبور میکنه. من همیشه گفتم بچه‌ها، یک مهاجم خوب خیلی وقتا عمل نمیکنه، عکس العمل نشون میده. یعنی چی؟ یعنی انقدر میره رو مخ مدافع تا مدافع بخواد کاملا احمقانه بره روی توپ و اون لحظه است که مهاجم حالا با سرعت عکس العمل بالا، با سرعت پای بالا بعد دریبل کنه مدافع را. سرعت پا موقع دریبل زدن خیلی مهمه، سرعت عکس العمل موقع دریبل زدن خیلی مهمه. مورد بعدی بچه‌ها، مورد چهارم، نباید دریبل شما سرعت حمله تیم رو بگیره. خیلی وقتا که مربی‌ها با دریبل زدن شما مخالف هستن دقیقاً به همین خاطره که سرعت حمله تیم رو شما میگیری. مربی‌ها اصلا دوست ندارن که شما سرعت حمله تیمو بگیری. یه زمان هست تیم ضد حمله زده، باید با چند تا پاس برسی به سمت دروازه. دریبل زدن اینجور وقت ممکنه سرعت حمله تیمو بگیره و دریبل شما نباید سرعت حمله تیم رو بگیره. مثلا تو این صحنه آنتونی این لحظه باید پاس بده که دور خودش چرخید و دیر پاس داد که اونم اشتباه. مورد بعدی، دریبلی رو بزنید که همیشه بهش مسلط هستید. اگر مثلا آموزش دریبل رینبو رو دیدی توی کانال ما، آموزش دریبل رنگ همون نیمار رو دیدی ولی بهش مسلط نیستی، صد نشدی، نزنش. دریبلی رو بزن توی مسابقه که کاملا بهش مسلطی. حالا یه سری وقتا هستش که شما میای به من میگی آقا سعید من دریبل‌های زیادی بلدم ولی توی بازی نمیتونم اجرا کنم، توی بازی یادم میره اجرا کنم، چیکار کنم؟ جوابش انجام حرکات گرند موو یا یک پازل تمرینی هستش بچه‌ها. بر فرض مثال حرکت یه پا دو پا، حرکت کشویی، بدن گذاشتن رونالدو رو بیا با هم ترکیبش کن. انواع پازل های تمرینی و من به صورت کامل توی دوره آموزشیم، یعنی ستاره شو پلاس که دوره اصلیمون هست، گفتم بهتون بچه‌ها. برای اینکه دریبلی رو بخوای تو روز مسابقه انجام بدی خیلی مهمه که تمرینات 1-به-1 رو داشته باشی. راجع به تمرینات 1-به-1 دو تا ویدیو بعدیمون، یعنی قسمت سوم مینی دوره رایگان، راجع به دریبل 1-به-1 میخوام بهتون بگم بچه‌ها. رازش میگم اون انجام بدی توی مسابقه هم راحت میتونید دریبل رو بزنید. و مورد آخر اینه که روی فرستاش خودمون باید کار کنیم. ما فرقی نداره پست چیه، مدافعی، گلری، هافکی، مهاجمی، روی فرستاچ یا همون ضربه اولمون باید حتما کار کنیم. ضربه اول انواع مختلف داره، با دو تا پات باید به خوبی انجامش بدی. یه نمونه تمرینش رو که من توی دوره ستاره شو پلاسم گذاشتم رو بریم که بهتون نشون بدم. 1 2 میام عقب، کنترل جهت‌دار. 1 2 1 2 میام عقب‌تر، کنترل جهت‌دار، پاس. فیستاش به داخل. 1 2 میام عقب، کنترل جهت‌دار، پاس. فیستاش خودت ببین اینجا از پشتیبان حرکت کنی. حالا من برای اینکه بخوام یک بازیکن دریبل زنی بشم روی چه فاکتورایی باید کار کنم؟ جسمانی، تکنیکی و ذهنی. 3 بعد مهم برای دریبل زدن بچه‌ها. از نظر جسمانی روی چابکی خودتون باید کار کنید. هماهنگی عصب عضله خودتون باید کار کنید. یک سری تمرینات مخصوص کوردینیشن هست که باید انجام بدید. و 3 روی تعادل پویای خودتون کار کنید بچه‌ها. تعادل به شدت مهمه در دریبلینگ. از لحاظ تکنیکی روی تمرینات بالمستری یا لمس توپ خودتون به صورت ایستا باید کار کنید. روی حمله توپ با سرعت پایین باید کار کنید. حمله توپ و حالا انجامش با یک دریبل باید کار کنید. روی دویدن با سرعت بالا به همراه توپ باید کار کنید که خب لیونل مسی تو این دویدن با توپ واقعا فوق‌العاده است. انقدر کار کرده که دیگه توپ میچسبه به پاش. مورد بعدی روی کنترل های جهت‌دار به هر دو پا باید کار کنی. روی دریبلینگ با فریب خودت باید کار کنی، تمریناتش رو باید انجام بدی.
تمرینات آگاهی محیطی، آگاهی فضایی و بازی سربالا رو باید انجام بدی حتما، به شدت مهمه. و از لحاظ روانی یا ذهنی روی اعتماد به نفس خودتون باید کار کنید، تمرکز بالایی داشته باشید. و از لحاظ ذهنی یا روانی شما باید یک بازیکن دریبل با اعتماد به نفس، متمرکز و جنگنده‌ای باشید بچه‌ها، که اگر دوتای قبلی رو رعایت کنید این مورد سوم هم باش میاد. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه بچه‌ها. مطمئنم که کلی حالا نکات دریبلینگ رو میدونی، فقط با دونستن این موارد یه لول سطح بازیت اومده بالاتر و حالا در قسمت سوممون قراره بریم توی چمن دریبلا رو به صورت عملی نشونتون بدم و در قسمت دومم ویدیو بعدیمون حالا راجع به هوش فوتبال می‌خوایم صحبت کنیم. و اما میرسیم به اون سورپرایز ویژه‌ای که بهتون گفتم، سورپرایزی که فقط و فقط بین خودم و شماست بچه‌ها. یعنی من نه تو پیجم راجع به این سورپرایز چیزی گفتم و نه توی چنل تلگرامم راجع به این سورپرایز چیزی گفتم، کاملا خصوصی بین من و شماست و تصمیم گرفتم که به مناسبت تولدم فقط و فقط به مدت 3 روز روی دوره‌های اصلیم، یعنی ستارش و پلاس تکنیک‌های فردی و نیتروژن پلاس بدنسازی فوتبالمون دوره اصلیمونه دیگه، یه تخفیف خیلی ویژه بذاریم که میتونید از سایتمون دوره اصلیمون هم با یک تخفیف ویژه تهیه کنید. مدتش اعتبارش فقط 3 روز این کد تخفیف و سال یه بار من این تخفیف دارم میدم به همراه دفترچه مسیر قهرمانی که جزو هدایای دوره است، به همراه دوره پیشگیری از آسیب که اینم جزو هدایای دورمونه و در کنارش 2 تا برنامه غذایی میگیرید، پشتیبانی مادامون عمر دارید و دوره فری استایل هم به صورت کاملا جداگانه هدیه میگیرید از ما. امیدوارم که از این تخفیفمون هم استفاده کنید. جلسه بعدیمون راجع به هوش فوتبال هستش بچه‌ها. جلسه بعدی میریم توی چمن و تا پایان این 5 جلسه همراه ما باشید که قرار کلی سطح خودمون رو بالا بیاریم. تا ویدیو بعدی، فعلا.